نترسی من اینجا. نه پریا نرو. چه خبره اینجا؟ داستان این است هر کی میاد اینجا زنده بیرون نمیره. با بازی نقطه آخر بازی کلید شکست طلسم مساوی با کلید. این همه مدت این بالا سرمون بود ما ندیدیم. پریا واستا، پریا پریا بلند شو، باید بریم تو خونه سریع. چی شده؟ بریم تو خونه، همه چی واسه تعریف میکنم. پاشو زود باش. پریا همینجا بشین، تکون نخور تا من برگردم. اون روز چه اتفاقی افتاد که من ازش بیخبرم؟ سالها پیش دختری داخل اون خونه با پسری به اسم محمد که خیلی عاشق هم بودن زندگی میکردن، تا اینکه یه روز محمد رو داخل خونه با یه دختر میبینه و منتظر میمونه تا بیان بیرون و جفتشون رو میکشه و خودش هم روانی میشه و سالها بعد داخل همون کلبه میمیره.